سلام. تو روزایی که آتیش خشم هموطنا گر گرفته و خامنه‌ای اسید پاشو دار و دسته جنایتکارشو حسابی به وحشت انداخته، به ناگهان شیخ پری پرید وسط تا ابروی ولایت رو درست کنه، اما با اراجیف صدمنگ قازش چشم خودش و ولی فقیهش رو با هم کور کرد. امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به هیچ فرد، جناح و دسته‌ای ندارد و هیچ کس نمیتواند جناح و دسته و گروهی را به عنوان عمل کننده به منکر متهم نماید. امر به معروف و نهی از منکر طبق آموزه های اسلام و طبق نص قانون اساسی ما یک عمل همگانی و متقابل است. یعنی باید شما بنده را به معروف دعوت کنید و نهی کنید از منکر و من هم باید در برابر شما همین تقاضا را داشته باشم، عمل متقابل و عمل همگانی. اسم اسید پاشی تو قاموس اعتدالی این شیخک دجال امر به معروف و نهی از منکره. بابا کار از این لفاظی ها و شامورتی بازی ها گذشته. تو که جیگر نمی کنی اسم اسید پاشی رو بیاری، با این پرت و پلاگویی ها میخوای چی رو بپوشونی؟ مباد فردا که نخواهد بود تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما ناامنی آغاز شود. اساس معروف امنیت است و مباد که منکر را تنها به یک مسئله خلاصه کنیم: دروغ را منکر نپنداریم، تهمت را منکر نپنداریم، رشوه‌خواری را منکر نپنداریم، بورسیه های تقلبی را منکر نپنداریم. طوری حرف میزنه که هر کی نشناسدش فکر میکنه یارو رئیس کارگروه حقوق بشر ملل متحده. انگار که به قول خودش سالهای سال از جونورای امنیتی نظام بوده و تو همه قتل و غارت ها دست داشته. البته موشکاف علت این عداوتبارای آخوندی رو خوب میدونه. حاجی از این میترسه که آتیش پا در بیاره و بیافته تو عبا و قبای همه آخونده. منکری بالاتر از بیکاری و فقر نیست. چرا ایرانی مسلمان به یک کشور صنعتی غربی برود و حسرت زندگی اونها را داشته باشد؟ نگذاریم در جامعه ما تفرقه و اختلاف رخنه کند. نگذارید شکاف در جامعه ما ایجاد شود. یک عده گویی زندگیشان تنها در شکاف هست، شکاف تفرقه بین مردم و دولت. این شکافی که اینطوری شیخ پری رو به هول و بلا انداخته اسم آخوندی همون قیامه که اگه سرباز کنه دنب کوسه و ریش علیگدا رو با هم میسوزونه. همه این شیلنگ تخته های شیخ پری هم واسه خاموش کردن همین آتیشه. ما در سایه تعامل سازنده امروز با قدرت‌های بزرگ مذاکره می‌کنیم. در اولین قدم‌ها در سال گذشته ما به پیروزی‌های قدم اول دست یافتیم، اما پشتیبانی شما مردم، هدایت مقام معظم رهبری به عنوان پشتوانه
اصلی ما هست. ما به تعامل سازنده با جهان و به مذاکره برای حل مشکلات مردم به حول و قوه الهی ادامه خواهیم داد. اینجاست که بندبازی شیخ پری هونم وسط گرداب بدبختی ها با یه تلو تبدیل به سقوط آزاد میشه. گیر مذاکره و مخمسه داعش کم بود، حالا درد این شلوغی هم اضافه شده. اگه بخواد اسید پاشی رو محکوم کنه، کشتی نظام رو سوراخ کرده. تازه باند علی گدا میفته به جونش. اگه تایید کنه خودش میسوزه. خلاصه چاره ای جز همین بالبال زدن ها نداره. هر چقدر زمان بگذره وضعیتش حادتر میشه. قانون همون قانون زهر اسیدیه که دل و روده نظام و بد جوری پیچونده بهم.